ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دلدار. برای راحتی روحم به سرداری شوق کن. پناه بازوان تو مرا امید و دلگرمی. تو رحمان مهری آثاری در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی. با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایا. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیا. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار. پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد. شبانگاهان که می آیی گه سرد است دستانت، ولی گرم است جمع ما کنار سفره نانت. تو همچو شمع سوزانی چراغ روشن خانم. گلم در قلب و در جانی، منم شیدا چو پروانه. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایا. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیا. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار. پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد. سلام ای دیل، سلام ای نوری دیده، سلام ای مردمی فرهنگ دیده. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان، مخلصان عزیز و به دل نزدیک ما. امروز جماعت شهنان در کوهستانی دهه آهلیک شهر سمرقند برای تبریک کردن رفیق بابا که امروز جشن 60 سالگی یوبیله خود را جشن گرفته ایستادن، از نام سه شاه پسر اصیل تبریک میگویم. از نام کلین پاشاها که همیشه در شب و روز خدمت پدر مادر میکنند، از نام آنها امروز پدر مادر خاندان را تبریک میگویم. همراهی شمایان به هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم پدران عزیز، مادران مهربان و ایمانان این خانواده زیبای رفیق بابا. همه شمایان را به امروز جشن زادروزی رفیق بابا خوش آمدید میگیم. خود رفیق بابا اگر همین زادروز به خبری باشن، اگر یک دقیقه تکلیف میکردیم رفیق بابا برنامه یک تا شما صحنه به تکلیف کنیم. برنامه السلام علیکم. زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگیم. البته ملکه خاندان دلارام قلند
یعنی شما با ارزنده و زلونده هم کس نزدیکتر میستین دلارام خاله. امروز رفیق ما جشن زادروزتان مبارک، روز تولد را مبارکباد میگیم. انسانی خاکسار و صمیمی هستید، انسانی دریادل و مهربان هستید. ببینید که هر بار انسان‌های نیک آرزو کنند، دعا کنند، اگر آن آرزوها به یگان شبه مستجاب نشده است. مهمانان عزیز، چند قوم در این خاندان ما مهمان شدیم، غیر چشم داشت، سورپریز بود. در جشن زادروزی دلارام خاله یک سورپریز زیبا کردیم. در آنجا پدر عزیزی خاندان گفتند که همین هوا که گرم شد، وقتی بیافته که آمد زادروزی من میبیاید. من گفتم کدام روز؟ سیر است. امروز آنها سیر یافتیم. جشن زادروزی شما با قدم رنج نمودیم. فرشته ها آمین کرده بودند که امروز برای ما نصیب کرده بوده است. جشن 60 سالگی یوبیلیتان مبارک باشد. الها در سر سه شاهپسر اصیل، سه الهمین دخترکان نازنینتان همیشه سایبانش گردید. امروز شما را از نام فرزندان عزیزتان، شخصا از نام ظریفکه، زمیرکه، دمیرکه، بهارایتی، ماه نورایتی، سرایتی ها پیش از همه از نام دلارام خاله تبریک میگویم. فرزندان گفتند پدر ما از ازل پدر محنتکش، ابرمرد خاندان، همین یگان تا خاندان آهلیک نمانده بوده است که همین پدرم رفته در آنجا ساختمانی نکرده باشد. ما از خوردی با یک مهنت حلالشان با وی رساندند. مهنت حلال کردن از همه زیاد کرده با وی رساندند. و بعد از که استاگی میکردم، بعد از آن باشد رانندگی کسب باز پرشرفترین را وظیفه دار کردم که راه های دوری همین مسافرانی دهه آهلیک را نزدیک میکردند. همیشه در خدمت خلق عظیمی آهلیک بودم. خدا کند که 120 ساله شود، همراهی مادرم عمری دراز نصیب کند. برای پدر عزیزم رساند که چشمه هایی از محبت نور شرار دارد پدر. چشمه هایی از محبت نور شرار دارد پدر، سینه ای مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بحر اقبال و سعادت در نبردی زندگی، از سری جان عزیزی خود گذر دارد پدر. پدر ما قبله‌گاه خاندان ما هستند. حاضر امرای فرزندان صحبت کردیم. یک تا نیت‌های نکوی ما را برای دادا جانم رسانید. رفقا فرزندان میگویند ما خودشون با چشمشون با نیوکا گفتن نمیتونه میگفتن آیا نقض ببینیم شما. همه خاندان ما با پدر مادر هستند که ما خرسند هستیم، خوشبخت هستیم، از همه انسان بای هستیم. برای بودگاهشان هر پگوی خسته خدا با شکر میکنیم که هستند تا آخر باشند. در این پیری و دولت پیریتی هیچ وقت کسل نشوند و خستگی را نبینند. من در جشن زادروزی مادرم آمده نیت کرده که زادروزی پدرم هم رفتن را. من این نیت‌هایتان عملی شد. خدا خواهد در روز زادروزی پدرم آرزو کنید یک تا نیتی نقص کنید که هم پدر هم مادری من حاجی شوند. مانند امک و ینگ پاسرایم خدا کند که حاجی بابا و حاجیانه شده از زیارت خانه خدا برگشتانشان باز شمایان رفته آنها را پیشواز گرفتن نصیب کند. امروز روز خرسندیتان مبارک باشد. صد بوسه زنم خاک قدم‌های پدر را، بر دیده کنم منزل و مأوای پدر را. یک روز نگفت خسته و افسرده شدم من، وای صدقه شوم همت بالای پدر را. برای پدر ما چی خدمت باشد؟ ما سه پسر تیار هستیم. امر کنن اگر آن امرشان رو ما همیشه واجب میکنیم. جشن 60 سالگیشان مبارک باشد. و البته برای پدر عزیزی خاندان در روی دنیا با یک آرزوهای نیک نکو از همه کتابی قیمت بهاترین را آماده کردیم. کتاب قرآن را مهمانان اگر پرسک زنیم اگر و اسرار مرحمت هزار رحمت. تشکر، مبارک باشد. دلارام خاله، من امروز خاندانتون را بزم زیباست.
همین درجه ها همین استقلال شدن رفیق بابا بر حالش میام کلام البته برای 3 شاه پسر همراهی با وی رسانده آنها شما را دوست می‌دارند ناز ببینند آن مسافری به گشتگی ها یاد کردند شما را چهره پر از نور را آن لفظ شیرینی مادر را یاد کردند بگذار همیشه در سر فرزندها سایبان باشد دلارام خاله زادروزتان به فکرم همین قریب زمستان بودند زمستان بود 8 مارس گذشت من امروز 9 مای جشن زادروزی رفیق بابا چند سال شد آیا بستگاتان با 85 سال بود 38 سال 38 سال بعد به غیر از علمی لاله های کوهستان گلدسته پدرکه میکردن میان در می دوکه پوری پول بود میباد از کارهایتان که آمدن اردویشه برای زنها پیش از همه گل در کار پول هم لیکی چیزی گنده نه امروز برای مادر عزیزی خاندان از نامی البته هم فرزندان هم رفیقم حتی ترسک زنیمگه گلدسته مسپاری مرحبا مبارک باشد مبارک باشد زادروز مبارک دلارام خاله از همه پیش شما امروز وظیفه‌دار هستید که پدر عزیز خانواده را تبریک گویید مرحمت مرحمت دوستکای عزیز هم یکاتون همه درباره رفیق پاچاک خوار من دلارام به هم یکاتون خوش آمده نوری دیده تاج سر من امروز هم با معلوم که روز تولد 60 سالگی رفیق پاچا الهی دلارام که خوشه پیر شوند پیره که به دولت شوند حضوره که خونه جای همه فرزندکاش بینن ما هم هر روزی همه دوستکای نزد دیگران ببینه خدای مهربان هم نگاه چند سالی که عمر دادگه عمر خدا دادگه بینن خوشه پیر شوند پیره که به دولت شوند رحمت تشکر البته خاطرم برسانده قریب بود که از خاطرم میبرم دوست تورتوری البته کمی شاگردان تورت پیشتر میمونیم امروز یک جای همراهی خدمت دلارام خاله یک جای کلی پاشه ها یک جای یعنی قدر مادر به نزدیکتر میستیم مرحبا مبارک باشد رفیق مبارک شباشد کنه و کن شباشد چون قدر نبره ها رحمت فرزندان این شیرینی را میز میبریم بگذارم زی شکوامه باشد برای پدر مادر مرحمت مبارک باشد
میسید نزدیکتر میسید رفیق بابا از دامکش هم مغزش شیرین میگه نه نبینید که نبیره ها قطار چند تا نبیره 9 تا نبیره خدا کند که سانشون زیاد صحبت من امروزه بره اخاطرتان براید نامشون از خاطر میبراد می نمی نام ها اخاطر براداره البته خدا کند که اقیره و چبیره و تا بیگانهش رو دیدن نصیب کند کنه یک تایت نبیره ها سخنهای تبریکات کنن کنی مرحبا السلام علیکم پدر و مادران من از نام خودم و از نام اصل اویلم بابا جان من تبریک میکنم بابا جان سرپد روی بخت اونم که خوشحالی شوه وقتی موبا ساق و سلامت باشه بابا سرپد روی دادم که بیمه کلون که بیمه کلون که السلام علیکم بابا جان وقتی ما و وقتی پسرات ما ساق سلامت باشه آدم منیم دولتم اونم منیم جنتم وقتی که ساق بلشون شو ایکی امانتم گرک ایمت میگه که زا خوشامالت قدم بسر آدم بلک آستانالت بلیم آنیم داشت و دشمن آستانالت siz borsiz o'yning siz uyimizning fayzi urab turar ota رحمت رفیق بابا امروز همه نیت‌های نغز و نیک برای شما من در اینجا یک گروه با خویش و تباران حاضر هستند یک تا سخنی تبریکاتی را سر اول از حاجی بابا سر کنیم السلام علیکم میمونم من امروز من خاندانی اوکیما با رفیق با روزی زابرش بودای از خدا همیخنه یکیشتا طلب میکنیم که من همه خاندان و فیض و برکت زیاده باشه کلی که کوشش پیر شده پیری بدم نشه حضور نیوروی حضور بچه ها بینم هم وقت سال باشن تیم باشن السلام علیکم همدیاران امروز خوش آمدیدتان در درگاه عبدالرفیق و کلین که دیشان کش پرشن حضور نیوری و آقاشن بینن همه خاندان با فیض و برکات چنچه سلامتی شد سفر رو بوده رفت سفرش بی خطر باشه خوش آمدیدتان تبریک کنه یک تا شیراش که خونه من گفتم شد خوش رقص است که دوست تبریک میکنن حامد بابا و در اینجا همسیفان هم هستن می رفیق بابا خوش تحت نیت‌های نغزشون رو شنویم السلام علیکم من امروز جشن 60 سالگی رفیق بابا جمع آمدیم همه شما با خوش آمدیدتان میگوییم رفیق بابا کلاس کام کی بود؟ خوش مرحبا من نمده بخشمان من جورم نمه نیت کم و نیتی گیتسون من شد دوستار خطا بودن خدا امتحالا دستخونه برسون نوارا یوارا کرسون چه وارا بگونه آز سنگ هستون کرم ارزملاری باشگر نیوارلاری باشگر صاف سلامت باشون نمه نیت با نیتی گیتسون من اینده تو سوز شد کلاس کم یادم سو تردو بایگه برم پدر جان توسیع سلامتی عمر دراز رزق فراغ شود همین خاندان ها چی میشه من کامل شده بابا شده خوشه پرشه کرده سراره خوشه کرده دوستان تایگاه علی نکنه خانه صد بدلی رحمت سال باشه رحمت حاجی با هر یک سخن اثباتش کردی هر بر سوز اثبات بلند بیسته
اکنون باید همه همسیفای همه جمع کنیم و رقص و بازی و تکلیف کنیم. بیرون آب و هوای تازه و فورم بهاری قریب تا 20 مایس است. یک جای در این باد هوای سرطان باید رقص و بازی خورسندی کنیم. مرحمت همسیفان شمایان را تکلیف میکنیم. رفیق بابا با راهبری شما. مرحمت. Oh
دلارم خاله حتی گنرال خایناناش حتی کلنه جد زنید کنیم بیان می نمی دختران
البته دختران نازنین را به نزد دلارام خاله تکلیف میکنیم. مرحمت کلین پادشاها با رایتی ماهین رایتی استرایتی نزدیکتر میستیم و سیمای دلارام خاله البته هم پدر هم مادر را تبریک میگوییم. مرحبا. اولا بار السلام علیکم پدر و مادران عزیز و مهربان و این خاندان مهان خوش آمده هم یکتون مهان همه مهان با این روزی خوشبختی از نام خودم و از نام شوهرم که در شهر مسافر هستیم تبریک و مبارکباد گفته به شمایان عمر دراز سعدیانه میخواهم. هیچ وقت روزی بدن نبینه اما وقت هم خیلی خوش و خرسند گرده وقتی مهان با دیوتون وقت داوی نوارها شده گرده سر بدره دیوتون الوی حاجیانه حاجی بابا شوه مبارک شوه با یک بار تبریک میکنم کنم. السلام علیکم مهمونی عزیز همه یک خوش آمده مکم بیرون خوشا پیر شوم پیرو بدولت شوم مکم میداریم روزه گندش هم میخوایم فقط هم میخوایم خوشتندی بگرده میلایی سر بدروی هم پیمناش روی میلایی 100 ساله شوه مولام که خوشا پیر شوه پیرو بدولت شوه من کلونی سه دختر جایی که دختر بگشته ایشون به الهی هیچ وقت دلتون بای نکنه دختر ندارم گفتم من اون سه تا دخترش موهی هم وقت روزی نزبر همون توش را گرده الهی السلام علیکم خوش آمده در بایمون و بی دادا تبریک میکنم سر دوره سرمون و آمد خوش آمد کرده اینجا بچه کپی رحمت تشکر میگیم زادروز مبارک. اکنون دلارام خاله یکجان و همراهی دختران نازنین رسم میگیریم فوتوسسی میکنیم همراهی خویش تا بار نزدیکان. البته رفیق بابا را تکلیف میکنیم. کلی رفیق بابا مرحمت. حالا اینجا بس سه تا کلید در جنتی شما که دختران نازنین شما تبریک کردن خدا خواهد اگر دوامش رو بعد از ویدیو برآوردن میشنوید حاضر باشید باز میخواهند در نزد شما نیت‌هاشان را رسانند. مرحمت. مولامتون شیرین من مولامت پدری من پدری مهربونی من تکیه‌گوی من الهی 100 ساله شوه پیر و بدولت شوه کاش یک سوره میشت برای پدران من کلمه برای شما دختر اینم بیرانه پوشت پیر شوه پیر بدولت شوه سری من به صاف سلامت کرده هیچ نگفتم مشمونم کنم از اینو پرمنده کنم امروی خوجایی من تبریک میکنم خوجاییم تایی بطایی گنم پدری من جای پدری خودت بردیم الهی 100 ساله شوه همه وقت همه که خوش و خوشزندی بگرده میلایی مولامت جای مولامت پدری شیرینی من جای پدر به درستگیم شما دختر شما برید حرکت میکنه دختر را جوش بگیفتم با رحمت کنم براو رحمت تشکر میگویم. خوشبخت‌ترین پدر خوشبخت‌ترین مادر است که من کلین کاشاها میگویم پدر مادر همیشه سایبان باشه در سر آنها. مرحمت همراهی عائله یک جای رسم میگیریم. مرحمت. Gonna
همه شار شده کی آوازا در باز یک روزی غم و شادی گذشت در تلاش قسمت و ناموس و نام. باز یک خورشید ما را ترک گفت ماهی نو پیدا شده است در برج شام. من بیننده های عزیز، ما در این شام نکو در دهه آهلیک عزیزی خود برای تبریک کردن رفیق بابا حاضر بودیم. این لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید.